امروز اومدم پیش دوستای خودم و هر کدومشون شغلای متفاوت و باحالی دارن، ولی خب خدا رو شکر همشون جمعن توی دفتری. میخوایم که راجع به شغلاشون واسه شما بذاریم و اگه هر کدوم دوست داشتید اون پایین بذارید که ما بهتون ارتباطات بدیم که بتونید با اونا ارتباط بگیرید و وارد شغلاشون بشید. پس ویدیو رو تا انتها ببینید. نرگس، شغلت چیه؟ من کارشناس فروشم. بچه‌ها یاشار یه حرکت خیلی خفنی زده تو شغلش. آفرین، تبریک میگم. من طراح کمپین فروش و در واقع متخصص فروش آنلاین. خیلی عالیه. من کارم اینستاگرامه، یعنی مشاوره میدم به مردم که بتونن تو اینستاگرام پیج کارشون رو بیارن، حالا هر حوزه‌ای باشه. خب دلیلی که این شغل رو شروع کردی چی بود؟ خب محیطش رو دوست داشتم، درآمدش خوب بود، در کار فیدبک های خوبی تو زندگیم داد، تصمیم گرفتم ادامهش بدم. اولش به خاطر درآمدش و بعد اینکه هم خودم کارم ارتقا بدم، با مردم ارتباط بیشتری بگیرم. این کمک کردن به مردم خیلی دوست داشتم. درآمدش خیلی خوبه. درآمدت ماهانه چقدره؟ این ماهی که گذشت تقریبا 4-5 روز پیش 1,500,000,000 پورسانت گرفتم. دمت گرم. دست ماشین نمیشه بیارم تو، یه دونه ماشین گرفتم. آره یه دونه ماشین گرفت هدیه، با باقیش هم نقد گرفتم. آلو دادی بعد نمیگفتی به من آخه. زشته. درآمدش بودم ماهانه چقدره؟ درآمد من مثبت 20 تومن. ماهی مثبت 20 امتحان دارم. مثبت 20. چند ساعت در طول روز کار کنی؟ من تقریبا 8 ساعت صورت یاشار چی شد که اومدی توی این کار؟ واقعا واسه خودم سوال بود، یعنی نمی‌دونستم. به ما کاملا اتفاقی ورود کردیم، یعنی اینکه مثلا همه میگن از قدیم برای ما مسیر شفاف بود و ما میدونستیم میخوایم چی کار کنیم و به اینجا رسیدیم. برای من حداقل یا اون کسایی که میشناسم اینجوری نبوده، یعنی سیستمش اینجوری بوده که ما رفتیم توی یک مجموعه کار بکنیم، با مثلا فروش آشنا شدیم، رفتیم آموزش دیدیم، تحقیق کردیم، گشتیم، سرچ با این صحبت کن، کتاب بخون، کلی آزمون خطا کن، افتادیم توی این مسیره، دیدیم مسیر جذابی، روز به روز پیشرفت کردیم. هر چقدر که چیزای جدید یاد میگیریم، کارهای جدید انجام میدیم، درآمد بیشتر میشه. یعنی این نبود که مثلا بگم مسیر من تصویر سازی میکردم، نه هیچ، اصلا من فکرش هم نمیکردم به اینجا برسم، فکرش هم نمیکردم. چه جالب، مثلا هیچی نمیدونستی، فقط رفت بودی که کار کنی. من اصلا رفتم یه مجموعه کار کنم، گفتم برم یه چند ماه اینجا کار کنم، دیگه قلابم گیر کرد، دیدم مثلا چقدر فروش جذابه، چه دنیای خفنیه. با یه استادی هم آشنا شدم، نشستم پای آموزشاش، هی یاد گرفتم دیدم چقدر من داره خوشم میاد، چقدر دوست دارم. دیگه این شد که رسیدیم به یه نکته طلایی راجع به کارت میگی؟ نکته طلایی این که اوایل پیشنهاد میکنم که تجربهشون رو بیشتر کنن. یعنی چی؟ مثلا یه دوره ببینن. تجربه خودم بودش که یه دوره شرکت کردم، آموزش اینستاگرام بود. بعد از طریق اون تونستم به خیلی کمک کنم. حالا چه حوزه مثلا نقاشی بود، عکاسی بود، قالی بافی بود. بعد این تجربه که بیشتر شد تونستم حتی تو حوزه ترید هم مشاوره بدم که چیکار کنم تو اینستاگرام به پیجش رو بیاره بالا. اینکه واقعا احساس نکنه که راحته، چون خیلی از دور میبینم میگن که خیلی شغل راحتیه، خیلی باید وقت بذاری و واقعا نسبت به کاری که میخواین انجام بدن باید باور داشته باشن، عشق بدن به مخاطبشون که بتونن فروش خوبی تجربه کنن. اینکه نمیتونم مسیرشون اگه احساس میکنن میتونن از این مسیر موفق باشن بیان سمتش، نه صرفا بخاطر اینکه بگن زندگیمون بگذرونیم درآمدشون بیاد. اگه احساس میکنن واقعا میتونن تا 8 شب 9 شب بر تایمی که ما کمپین داریم، خب حجم کارمون خیلی زیاده، میتونن وقت بذارن و فیدبک 7 صبح 8 صبحشون بدن بیان سمت، چون واقعا یه کاریه که وجود درش زیاده. دیدگاه خیلی مهمتره. حالا هر مهارتی که اگه میخوان مهارت فروش رو یاد بگیرن، چه آنلاین چه قسمت‌های دیگه‌اش، خب مهارت به کنار، خب ذهنیتم الان خیلی مهمه. یعنی چی؟ به جای این که چون فروشنده ها اکثرا ذهنیتشون روی نفروختن و نشدن و فشار کاری و اینجور مباحث، یعنی فقط دارن مباحث منفی رو میبینن و در طول ما هم دارن تلاش میکنن که به اصطلاح چجوری بگم، مثلا به چخ نرن، یعنی یه عددی بگیرن که اون زندگی بچرخ و یه لولی رو بگذرونن. به جای اینکه این ذهنیت رو داشته باشن، یعنی یا نیان تو فروش، یا اگر میان تو فروش
به جای اینکه بگن چی کار کنیم بدبخت نشیم یه پولی بتونیم در بیاریم، فقط و فقط سوالشون باید این باشه چی کار کنم بشه، چی کار کنم این عدد رو بزنم. فقط همین. حق نداری بگی چی کار کنم مثلا آی بدبخت میشیم، آی فلان میشیم، اگه نفروشم چی میشه، اگه مثلا این مشتری پول نمیده، اون یکی اینجوریه. این قور زدن ها اینا اصلا شغل فروش به نظر من قبول نمیکنه. من خودم شخصا قدیم با اینکه مهارت داشتم همین تخصصه بودا، این قور زدنه بود، اعصاب خوردیه بود، این فالووراش به درد نمیخوره، نمیدونم این مشتریاش بخر نیستن. از زمانی که این ذهنیت اومد که آقا اوکی همینی که ما الان داریم چی کار کنیم که بیشتر بفروشیم. یک نفر خیلی روشن شد. یک نفر میخواد بیاد تو شغل تو، اولین کاری که بکنه چیکار بکنه؟ یه دوره خوب ببینم و یه آموزش خوب. بعد که دیدن چیکار کنن؟ میتونن شروع کنم به کار کردن. کجا؟ یه راهکار کنم دیگه. آخه من نحوه آشنایی بینشون متفاوته با این کار. من سر دوستان آشنا شدم، ولی خب کسی که از دور میخواد وارد این میشه میتونه رزومه بفرسته به مجموعه‌های خوب که بتونه باشون یه فعالیت خوبی استارت بزنه. علم و پایه فروش رو یاد بگیره. از کجا یاد بگیره؟ مثلا برای شروعش مثلا میتونه بره کتاب مدیریت بازاریابی آقای فیلیپ کاتلر رو بخره. منظورم اینه که بره دنبال سورس‌های مرجع، بره کتاب‌های مرجع رو بگیره. ببین اگه مثلا بیاد بره از چند نفر 4 تا تکنیک یاد بگیره، فردا روز این آدم یک شخصیه که فقط چند تا تکنیک بلده و بعدش دیگه هیچ کاری ازش بر نمیاد. نهایتاً 10-15 روز میتونه توی پروژه کار کنه. ولی اگر برن از بیسش یاد بگیرن، علم و پایه فروش رو یاد بگیرن، اینا دیگه میتونن تکنیک خلق کنن. یعنی تو داری میگی به جای اینکه بری ماهی بخوری بجاش برو ماهیگیری یاد بگیر. آره برو پیش آدم درستش آموزش ببین، حرفه‌ای آموزش ببین از منبع. خب رفقا دیدید که چه شغلای جذابی هسته، چه درآمدایی هسته، چه کارهایی باید انجام بدین. حالا تو ببین بگو که شغل چیه و یه نکته طلایی راجع به شغل تو کامنت ها بنویس و هر کی دوست داشت میتونه پیام بده، ارتباطات بگیره باهات و برید با هم دیگه یک کسب و کاری واسه خودتون راه بندازین. این مرجع واسه تمام شماست. خدا نگهدار.